آیم 1 میلیارد مسلمان ها کجایید؟ آی مسلمانان صدر اول کجایید؟ 1 میلیارد مسلمان با 3 میلیون و 4 میلیون دیکتاتور، اون هم در قلب کشورهای اسلامی، و چنین زور بگوید. فلذا امام امت، رهبر کبیر انقلاب، برای این مطلب دستور دادن که باید آخرین جمعه های ماه رمضان به نام قدس، روز قدس نامیده شود. آیت الله علی اکبر فیض، معروف به علی مشکینی، در سال 1300 هجری شمسی در خانواده متدین و اهل علم چشم به جهان گشود. او هنگامی که همراه با پدر در نجف اشرف مقیم بود، به مکتبخانه رفت و مقدمات علوم دینی را فرا گرفت. مسلمان ها هوشیار باشید، پیوسته به دستور امام امت در صحنه باشید، و اگر چنانچه شما در صحنه باشید، همه این خارها از زمین کنده خواهد شد. با رحلت پدر و به سفارش وی برای تحصیل علوم دینی به شهرستان اردبیل سفر کرد و صرف و نحو را در آنجا فرا گرفت. سپس به شهر قم عزیمت کرد و در آن دیار دروس دوره سطر را به پایان رساند. ایشان برای دوره خارج فقه و اصول از محضر آیات اعظام حجت کوه کمری، بروجردی رحمت الله علیه، محقق داماد و امام خمینی رحمت الله علیه کسب فیض نمود. دانشگاه اسلامی، دانشگاه هایی که از نظر اسلام و از دیدگاه قرآن تشکیل می شود، باید برای این تشکیل بشود که همه انسانها را تا اونجا که قدرتش برسد، هدف باید عموم باشد، ولو قدرتش خصوص باشد، ولو قدرتش در شعاع کم باشد. زندگی آیت الله مشکینی سرشار از مبارزات سیاسی برای تحقق حکومت اسلامی است. ایشان با شروع نهضت امام خمینی رحمت الله علیه از نخستین افرادی بود که قدم در راه آرمانهای امام گذاشت. او در جلسات مخفی مبارزان قم به منظور به اجرا گذاردن دستورات امام رحمت الله علیه شرکت می‌کرد. از این رو حدود 4 ماه در تهران متواری بود و سپس ایران را به مقصد عراق ترک کرد. 3 طایفه سبب شد که این طایفه و گروه خبیث به نام صهیونیست، که حتی خود یهودی‌های با تدین هم اینها را قبول ندارن، و یادم است در مجلس خبرگان در جاهای دیگر خود طایفه یهود هم از صهیونیستا تبری می جستن و می گفتن اینها طایفه دیکتاتور و ستمگرند و ما با اینها موافقت نداریم. با بازگشت به قم در همان روز اول دستگیر شد و ساواک از او خواست تا 48 ساعت بعد از قم خارج شود. از این رو به مشهد رفت و در آنجا مشغول تدریس شد. او به همراه دیگر مبارزان حوزه در تنظیم اعلامیه ها و نشریه هایی که علیه رژیم دیکتاتور پهلوی صادر و پخش می شد مشارکت داشت. لذا پس از مدتی به همراه 27 نفر از اساتید و فضلای حوزه تبعید شد. تمام سالهای حیات این عالم ربانی در حکومت ستمشاهی پهلوی صرف مبارزات جدی شد که حاصل این مبارزات تبعیدهای مداوم به شهرهایی چون کرمان، ماهان، گلپایگان و کاشمر بود. زیانکار اون انسانی است که محبت الله در دلش فرو نرفته است. در برخی از دعاها جمله‌هایی می‌بینیم که بسیار قلیل اللفظ و پرمحتواست. الهی اسألک حبک، حب من یحبک،
حب کل عمل یوصلنی الی قربک. پروردگار جهان، 3 محبت از تو می طلبم، در این دل من 3 محبت به عشق را وارد کن. اول محبت خودت، دوم محبت دوستانت، سوم محبت هر عملی که مرا به تو برساند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آیت الله مشکینی در زمینه‌های گوناگونی به ایفای مسئولیت پرداخت. عضویت در مجلس خبرگان، تدوین قانون اساسی، مسئول گزینش و اعزام قضات، امام جمعه قم با حکم حضرت امام رحمت الله علیه، عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ریاست شورای بازنگری قانون اساسی و ریاست مجلس خبرگان رهبری از جمله مسئولیت‌های ایشان بود. از جمله فضیلت‌های ماندگار فرهنگی ایشان تأسیس مؤسسه الهادی است که به چاپ کتب اسلامی برای سطوح گوناگون جامعه می‌پردازد و مردم را با حقایق و معارف اسلامی آشنا می‌سازد. توصیه می‌کنم اینک مدتها ما عرض می‌کردیم که فیالیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. حسین جان، کاش ما حاضر بودیم در کربلا. اینک کربلایی به طول 1200 کیلومتر و عاشورایی به طول 6 سال و رزمندگانی حسینیوار، حسینوار و اکبروار و عباسوار دارن می جنگن. اسألک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه محمد صلی الله علیه و آله. خدا شاهد باش، روز قیامت اگر از من بهترین عبادت را بخواهند، نخواهم بود که در مکه در هجر اسماعیل نماز خوندن. میگویم خدایت مرا بیامرزی، زیرا که با برادرانم مجاهدم در جبهه جنگ ساعتی بودم. ساده زیستی، زهد، تواضع و خودداری و مناعت طبع در برابر پذیرفتن مقام مرجعیت بیانگر عمق فضائل و مراتب عرفانی و معنوی ایشان بود. میگه خداوند، علی علیه السلام میفرماد خداوند از علما پیمان گرفته، از همه شما پیمان گرفته، تردیدی نداشته باشید. از همه شما خداوند این پیمان را گرفته که شما باید بر کزه ظالم، الان پرخوری ظالم ها، کشورهای مقتدری که دارن غارت میکنن اموال کشورهای دیگر را و کزه پیدا کردن، از پرخوری تخمه شدن و سقب مظلوم در مقابل اونها، باید شما این را امضا نکنید. الله یقارو، یعنی این را موافقت نکنن، امضا نکنن. سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمة التقوی و کانوا احق بها و اهلها. شما احق به تقوا هستید، شما اهل تقوا هستید. تقوا متعلق به شماست و کار شماست و با تقوا همه مشکلات آسان خواهد شد. او پس از سالها مجاهدت عصر روز دوشنبه 8 مرداد ماه 86 بعد از سپری کردن یک دوره بیماری طولانی در سن 86 سالگی به ملکوت اعلی پیوست و در جوار بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها آرام گرفت. لا اله محمد رسول الله. لا یا رب محمد اغضب اليوم لمحمد و لابرار عترته واقتل اعداءهم بددا و احصهم عددا ولا تدع على ظهر الارض منهم احدا ولا تغفر لهم ابدا واغفر لنا ولوالدينا والسلام عليكم ورحمة الله.